امروز اومدیم کجا؟ دربند و سربند. به خاطر چی؟ خانم لیدا 25 ساله که از ایران رفته اومد تو لایومون گفت دلم برای تهران تنگ شده و فلان و اینا. گفتم لیدا کجا دوست داری ببرمت؟ به من گفتش دربند. گفتم اب نداره، فردا میرم دربند، هم لایو میگیرم هم ویدیو. حالا با من همراه باشید بچه. یه ماشین جدیدم گرفتم، با این ماشینم اومدم امروز. میام میخریم، اونم به عشق شما به زودی میخریم. اولین کاری که کردیم اومدیم اینجا یه کاسه از این باقالی‌های خوشمزه گرفتیم و رفتیم کجا؟ اینجا نشستیم و اینجوری داریم میخوریم. همینجوری که میای جلو این ترشیای خوشمزه رو اینجا میبینیم. از اون اول بازار شروع میشه سربند تا میری بالا، همچنان از این فروشگاه باقالی و ترشک و بعد لبو هم الان خیلی میچسبه تو این فصل. گوشمو کر کرد، چرا اینجوری بلند میخونن اینا؟ بچه پایین، ما پایین هم لایو گذاشتیم ولی خب چیز نشد، اومدیم بالاتر نت دیگه قطع شده، کار نمیکنه، مجبوریم فقط اینجوری ویدیو بگیریم. نفسم بند اومد، میشه برگردیم؟ چرا؟ من نمیکشم اون همه راه بیام بالا. بابا تازه اومدیم، جوونی راه بیا. نون نخوردی؟ نه نه؟ مرسی. آره مراقب باش. یه سال چرا اینقدر دربند رو دوست دارن؟ مگه چی داره؟ ترشک داره، خب. حلال داره، آش داره. خب میشه کوهنوردی کرد اینجا، هواش خب. خوبه، خیلی خوشگله، پاساژ و رستورانه خیلی باحالی داره. شواش خیلی باحاله، همه جا روشن. این بلالا رو چه یه گاز بزنن بکوری خیلی گنده دوام کرد. نه داداش بچه ها اگه اومدی اینجا نرید اصلا، اینا کلاهبردارن. ما یه بار اومدیم اینجا، بعد اول یه قیمتی به ما داد، رفتیم بالا نشستیم و اومدیم آخری 3 برابر اون قیمت اولش رو به ما داد. نه اونجا نرید، ولی این خوبه، خوشگلم جان. همینطوری که از اون پایین اومدیم به سمت بالا با یه صحنه خوشگل مواجه میشیم. این رستورانش چینیه، فکر کنم چینی، از این شبیه این معبدای چیز باغ بهشت نیست، اینجا معبد شاولینه. معبد شاولین رو بچه یادتونه؟ هر کی یادشه تو کامنت ها بگه معبد شاولین چی بود؟ شکل همون هست یا نه؟ فوتبالیست بودن، بعد رزمی کار بودن، با توپ میزدن، توپ آتیش میگرفت و اینا. بچه اینقدر اینجا لوکیشناش قشنگه، آدم نمیدونه اصلا میاد اینجا کجا بره. اینا رو هم به خاطر کریسمس اینجوری چراغا رو نور انداختن. اینجا رسیدیم آخرش، رسیدیم تهش، ولی نه داداش یه دونه دیگه بزن، یه دونه بزن دمت گرم. آب دهناتون را بیفته بچه ها. با لب و لوچه آدم بازی میکنه اصلا. اینجا رو بچه ها، اینجا رو چقدر نقاشی خوشگل و باحالی هست. دختر خانم اینا رو شما کشیدین؟ چقدر قشنگن. چرا نقاشی تو هم خوشگله آخه.
چند میفروشید؟ بچه ها 2 تا دختر اینجا نشستن نقاشی میکشن. نقاشی همشون چه خوشگله. نقاشی میکشن میفروشن. اومدید بیاید ازشون بخرید. انصافا نقاشیشون هم قشنگه، همین که باحالن. 2 تا دخترن که مستقل نشستن نقاشی میکنن. یکم که میایم جلوتر به این نما میرسیم. بچه اینجا قبلا رودخونه بود ولی فکر کنم الان تبدیل به فاضلاب شده. یه بوی گندی داره میاد اینجا، دارم خفه میشم از این بود. میخوام فرار کنم بریم بالا. بریم بالا. ما تازه رسیدیم کوهنما. ورودی کوهنماست. اینجوری داریم میریم بالا. اینم پله های دربند. لیدا جات خالیه اینجا. بچه‌ها بعد از کوهنما هم که همینطوری که میایم بالا به ورودی بهشت دربند میرسیم. اینجا هم خیلی فوق العاده است. لوکیشن خوشگلیه. من 1-2 بار خودم رفتم، واقعا اوکیه. اومدید بیاید برید. داخل دیگه نمیرم. میخوایم بریم بالا، همچنان بریم بالا. آره. وای بچه‌ها ببینید اینجا چی پیدا کردم. گوشت. اینا مال از ما بهترونه، مال مردم عادی نیست. این اون 4% هان که میان اینجا میشینن از اون گوشتا میخورن. بچه اینجا تبدیل شده به فاضلاب. من احساس میکنم قدیما اینجوری نبود، الان بوی گند میاد فقط. همینطوری که اومدیم بالاتر و بالاتر بچه با یه صحنه خیلی خیلی قشنگ مواجه شدیم. یه جایی که یه همچین آبشاری داره. اومدید این بالا هم میتونید برید بشینید. اینقدر جای زیاده آدم میمونه واقعا چیکار کنه، کجا بره، کجا بشینه. بچه بالاخره مورد علاقه‌مو پیدا کردم این بالا. خیلی پول داریم و میخوام تستش کنم. چی میخوای؟ شاتون زدم. اینجا هم کرسی پیدا کردیم. میرید میشینید. حالا چی؟ توی کرسی ها اونجا میشینید، هندونه میخورید، آجیل میخورید، گوشت میخورید از اون گوشتایی که اون پایین میفروختن. همینجوری که داشتیم میومدیم بالا 2 تا یوتیوبر معروف اونجا من پیدا کردم. یا اول پس گو خوردم، به خدا گو خوردم. برو. آره حاجی این سگه اومد ما رو بخوره. سگه اومد ما رو بخوره، صاحبش اومده. آره اینجوری داره جلوشو میگیره. یکی اومد بالا سلام بگیره ما رو. دوم داره میزنه. سگ دوم تکون میده. آره دومش تکون میده. نخوری ما رو. نگیدی ما رو. چقدر خوشگله. سلام علیکم. به خدا غلط کردم، گو خوردم. الان میرم. رفت جو اول فاز کیه صاحبش؟ مال خودش. واقعا دارو شده. سلام. مگه ازت چه خوشگله. قیمتش چند میشه آخرش سر ویدیو یوتیوب داشتم خودمو به کشتن میدادم. سگه میخواست منو بگیره.
برزی هم در حال یه سر میخواست منو بخوره. دعوا تولید به خدا جدی میگم. یعنی صاحبش نیومده بود الان منو جر داده بود. کی میخواست جواب منو بده؟ یوتیوب تو میخواستی جواب منو بدی؟ ها؟ یا برفست وای تو کرم اونجا سگه. ولی هرچی میریم بالاتر زیباییاش قشنگتر میشه. یا اول پس قاز 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 قاز. بچه چند روز پیش ما اون قازها رو گرفتیم، یه دونش رو سرش رو بریدیم خوردیم، جاتون خالی، خیلی خوشمزه است. دارم یه سری پله رو بالا میرم که واقعا دیگه نفسم نمیگیره. فکر کنم رسیدم آخر دربند. اوف خیلی پلاش بلنده. رسیدم بام دربند. اوه همچنان میره بالا. آخه تو داری لایو میگیری. میگه به من میگه که فیلماتو ویدیوها رو بده من ازت بگیرم. میگم بابا تو داری لایو میگیری، تو لایو رو بگیر. آیا حق با من هست یا نه؟ تو کامنت ها بگیر حق با منه یا نه. اون لایو بذاره من تولید محتوا کنم. بچه هنوز به قرآن شلوارم خیس کردم از ترس این سگه. جلو جلو که راه میرم با احتیاط راه میرم. سیب زمینی تخم مرغ یومورتا پیدا کردم. بچه میخوام دزدی کنم. دزدی؟ ای دزد نابکار. چه اینا میخوای بدوزی؟ آفتاب یه دونه بدوز. از باقالیاشو بردارم بخورم. آفتاب بدوز. اینا صاحبش اومد. صاحبش اومد دیگه نتونستیم دزدی کنیم. حالا خوبی داداش می‌خواستم ازت دزدی کنم. دزدی اونم توی شب روشن. آره آره شب روشنه. آره اینجا هم دست از سرمون بر نمیداری بستنی؟ سرد آخه مامان بستنی رو بخوری بدتر میشی. رفتیم ماشین می‌خریم. تو ماشین حداقل گرمه، اینجا بدتریه. بریم چایی چیزی میخوریم جلوتر. بیا بریم بابا. تا به خواستش نرسه ولکن نیست که. آتنا راست میگفت ما از اینجا بریم فکر کنم دیگه هیچی تو حسابمون نمونه. آوا گیر داد که من بستنی میخوام. بچه اینجا خیلی هم هوا سرده. یا حالا گفتیم یه دونه اسکوپ بستنی بهش بدن. اصلا اون شکلاتیه بده. بچه ما تا اینجا اومدیم فکر کنم دیگه تقریبا آخراشه. جیبمو خالی کردم به خدا. اینقدر گرونی اینقدر بدبختی اینجا میکشیم مجبور شدم الان برگردم پایین. از پایین تا بالا اومدم هیچی نخریدم، همه پولام رفت. دیگه بریم برگردیم بریم پایین. بالاتر نریم. بریم برگردیم بالاتر برم فکر کنم اینجا ماشینم هم ازم میگیرم، پیاده باید برگردم برم. آوا چرا اینجوری شدی؟ هیچی. از اون پایین تا این بالا، از این بالا تا اون پایین که داریم برمیگردیم همش خورد. همش در حال خوردن بود. ما دوباره برگشتیم تو راه پایین اومدن. اینجا این سگه اینجا بود. یوتیوب اگه بلایی سرم بیاد همش گردن توه یوتیوب. سگه کو؟ بیا بریم. سگه الان میاد اینجا میگیره جرمون میده. آوا از این بر بیا. یا ابوالفضل بیا. میخواست بخوردمون دوباره. بابا میپره از اونجا، برای اون از اونجا پریدن چی آخه؟ میپره دیگه پشت این نرد. یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل عباس. رفت اینجا رو رد کردیم. یا ابوالفضل از اینجا نیاد. بیا زود بریم پایین. زود بیا پایین.
تهران علی تهران سربد بچه این اصلا اون سگ است که اون بالا میخواست ما رو بخوره. دقیقا کپ این بود، اون بالا میخواست ما رو بخوره. یا اول پس به گو خوردیم. برو غلط کردیم. گو خوردم، به خدا گو خوردم. اینم میخواست منو بخوره. چرا سگا امشب علاقه به این پیدا کردن که منو بگیرن بخورن؟ بچه ها اینجا آخر ویدیوه و ما برگشتیم دوباره دم میدون سربند. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. لیدا ما لایو گذاشتیم نبودی، نیومدی. بعدن اگه این ویدیو رو دیدی یه کامنت بذار که من بدونم اومدی، قشنگ ما رو دیدی. ما به عشق خودت اومدیم ولی تو نبودی.